جالب بودن، هم رقصاشون که با هم دیگه میخوندن و همطور حرکت‌های خیلی ریتمیک میرفتن. So me will be your guide to take you into the village, show you all around and experience you more about Maasai culture. Many activities I'm gonna take you through. Dance from the men, women, and the dances to greet and welcome you into the village. After their dance, we go inside. We see all about their lifestyle. I'll show you how Maasai make fire, and then market, place where you can get a bracelet or a necklace, where you can buy 1-2 stuffs to support them. Sure. Oh, not this one. Not this one. Because make The crystal. colorful one. Yes, Yeah, yes, this one. yes, yes, yes. So you are so much welcome. Cameras are highly allowed to take. Oh, please first listen to me. Okay. Listen, guys. Yeah? Listen, please. بعدش هم که شروع کردن این رقص، حالا نمیدونم به اسمشون میشه گذاشت رقص یا نه، ولی این به پری که میکنن از بابت اینی که تو اون قبیله هر کی بیشتر بتونه بپره، قدرت پرش بیشتری داشته باشه، دختر بهتر قبیله مال اونه. Now we jump very high for wife. You jump very high, you win many girlfriends. Okay. Maasai men kill lions for wives. We kill many lions, we get many wives. No lion, no wife. How many wives? How many mama? One. How many wives? One. In Iran, one. You want two? No. So Maasai men kill lions for wives. When you kill two lions, two wives. Many lions, many wives. Yeah. But long time ago. هرچی شیر بکشن به همون اندازه میتونن زن بگیرن. 2 تا 3 تا کله شیر. Long time ago. Okay. Now no more hunting lions. از هم یه سری خوراکی آورده بودیم، من خودم یه سری آب نبات خریده بودم، رفتیم بین بچه های اونا پخش کردیم، خیلی حس خوبی. یا نه یا یا Porra, ven yo en el área. Laga, hombre. You wanna take a video? نه Okay. بیا تا Ayun, nakikira. Ano kayo? This is تمام چیزایی که ما براشون آوردیم همه رو زباله هاشو جمع کردن. جامبا و رفتیم قسمت صنایع دستیشون، خیلی چیزای قشنگ و جالبی داشتن، خودشون درست کرده بودن، خیلی جالب. خب امروز اومدیم بین قبیله ماسای ماراها، اینجا هم صنایع دستیشونه، منم یه خرید کردم.
اینا همه بازار محلیشونه. Which currency? اینجا هم خانوماشونه نشستن، جالبه، تو دل طبیعت. این عقبم خونه هاشونه. خیلی خونه هاشون جالب بود. اصلا اینا انگار هنوز تو اون دوران بدوی زندگی میکنن. اصلا خونه هاشون خیلی تاریک بود، نه شمعی نه چراغی. بعد فقط یه قسمت آشپزخونه حالا یا مطبخ داشت، ولی خب اتاقا جدا بود. ولی کل مثلا این مجموعه شاید 50 متر، شاید هم کمتر. یه 2 تا اتاق و یه آشپزخونه و یه راهرو حالا و خب کاهگلی هم بود. بای 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 بای. یه بار دیگه آقای هاشمزاده ترجمه فارسی مازندرانیشو بگو. هاشمزاده بیا بگو، بگی چی بگی؟ نه بای بای کن باشون. دیگه از پیش قبایل که برگشتیم، کلا مسیرها همه طبیعتش اصلا فوق‌العاده بود، یعنی متفاوت از جاهای دیگه که دیده بودم. بعدش اومدیم یه مارکت محلی بود، خیلی میوه های ارزون و خب خوبی داشت، آناناس، انبه، موز. بچه ها رفتن خریدن از میوه هاشون. بعد دیگه برگشتیم و اومدیم هتل. گفتم توی کلن کنیا میگن که خیلی شبا بیرون نباشین دیگه، هوا تاریک میشه. ما میایم توی هتل و سعی میکنیم که یه رفرش بکنیم برای فردا. امیدوارم که از ولاگ من خوشتون اومده باشه. شبای بعدم همراه من باشین.